السلام علیکم بینندگان عزیز. درس نوبتیمان را از فن فیزیک آغاز می نماییم. موضوع درس امروزه ما کاندنساتورها می باشد. بینندگان عزیز، در درس گذشته ما درباره گنجایش الکتری ناقلی تنها معلومات داده بودیم. اما گنجایش الکتری ناقلی تنها تطبیق عملی وسیع ندارد. بنابراین در الکترو و رادیوتکنیک و همچنین در تکنیک لازری از کاندنساتورها استفاده میبرند. کاندنساتورها برای گم کردن ذرات الکتری خدمت میکنند. کاندنساتور چیست؟ کاندنساتور از دو لوحه از همدیگر با قبطهای تونیک دی‌الکتریک جدا کرده شده عبارت می باشد. در عملی روزگار و اسباب‌های تکنیکی از کاندنساتورهایی که رسمشان در اینجا آورده شده است استفاده میبرند. کاندنساتورها را در نقشه چنین اشاره میکنند. من این یکم کاندنساتور گنجایشش دائمی، اینش کاندنساتور الکترولیتی، اینش کاندنساتور گنجایشش تغییر یابنده، این کاندنساتور زرقطاری. گنجایش کاندنساتور را با فرمولای 3 برابر قو تقسیم فی 1 طرح فی 2 ifade می‌نمایند. یعنی گنجایش کاندنساتور بر نسبت ذرات کاندنساتور با فرق کاندنساتورهای بین لوحه‌های کاندنساتور برابر میباشد. ما میدونیم که فی 1 طرح فی 2 این برابر او است، شدت. بنابراین این فرمول رو چنین نوشته میتونیم 3 برابر قو تقسیم او. کاندنساتورها رو از روی نمود و ساختشون با یک چند نمود جدا میکنند. یکم کاندنساتور هموار، دوم کاندنساتور سیلندری، شکل سیلندر را دارد. سوم کاندنساتور اسفیروی، شکل اسفیر را دارد. یعنی ما درباره این کاندنساتورها معلومات میدهیم. کاندنساتور هموار از دو لوحه از همدیگر با قبط تونوک دی‌الکتریک، یک لوحه دوم لوحه با در بینشون قبط تونوک دی‌الکتریک گذاشته شده است عبارت میباشد. گنجایش کاندنساتور هموار با 3 برابر اپسیلون 0 اس تقسیم د. یعنی گنجایش کاندنساتور هموار با نفوذپذیری دی‌الکتریکی محیط و نفوذپذیری دی‌الکتریکی محیط و مساحت یکی از رویه‌های لوحه‌ها متناسب راسته بوده و مسافه بین آنها متناسب چپ می باشد. از بس که بین لوحه‌ها میدان الکتری یک جنس است، بنابراین شدت آن را با فرمول او برابر ی ضرب د ifade کردن ممکن است. کاندنساتور سیلندری از دو سیلندری از همدیگر با قبط تونوک دی‌الکتریک جدا کرده شده عبارت میباشند. گنجایش کاندنساتور سیلندری را با فرمولای 3 برابر 2 پی اپسیلون 0 اش تقسیم لوگاریتم ناتورالی r2 تقسیم r1 ifade می نمایند. در اینجا 3 گنجایش کاندنساتور سیلندری، H این بلندی سیلندر، R2 R1 این همین رادیوس های قبط های سیلندر. اکنون کاندنساتور سفیروی را دیده میبریم. کاندنساتور سفیروی از دو سفیری از همدیگر با قبط تونوک دی‌الکتریک جدا کرده شده که رادیوسشون R1 و R2 است عبارت میباشند. گنجایش کاندنساتور سفیروی با فرمولای 3 برابر 4 پی اپسیلون 0 تقسیم R1
R2 تقسیم R2 طرح R1 برابر میباشد. یعنی گنجایش کندنساتوری سفیروی با فرمول 3 برابر 4 پی اپسیلون اپسیلون 0 R1 R2 تقسیم R2 مینوس R1 که در اینجا R1 و R2 رادیوس سفیر ها می باشند برابر می باشد. کندنساتور ها رو با تبرزهای گوناگون پیوست کرده باتری کندنساتور ها رو حاصل می نمایند. یعنی برای انتخاب کردن گنجایش ضروری از پیوست کندنساتور ها استفاده می برند. و کندنساتور ها را اساساً دو خیل پیوست میکنند. یکم پیوست پای در پای، من یک کندنساتور، من این کندنساتور دویم. یا اینکه در نقشه من چطوری که در بالا نشان دادیم، من این خیل 3-1 این کندنساتور یکم، 3-2 پای هم پیوست کرده شدن، 3-3 3-4 و هاکذا. آنگاه گنجایش همین کندنساتور با فرمولای 1/3 برابر 1/3 جمع 1/3 جمع و هاکذا جمع 1/3 n برابر می باشد. اگر فرض کردیم که همین کندنساتور دو تا باشد، مثلا من این یک کندنساتور این 3-1 و کندنساتور دوم انا 3-2 باشد، آنگاه همین فرمول گنجایش کندنساتور شکل زیرین رو میگیرد. 1/3 برابر 1/3 جمع 1/3 از اینجا 1/3 برابری مخرج این میتیم 3-1 3-2 3-1 3-2 با 3-1 3-2 تا 3-1 3-2 با 3-2 3-1 تا. آنگاه این میشود 3-1 جمع 3-2. انا اکنون گنجایش همین کندنساتور رو 3 رو چنین میابیم. 3 برابری 3-1 3-2 تقسیم 3-1 جمع 3-2. یعنی کندنساتورها رو پای در پای پیوست کرده گنجایش خردترین رو حاصل کردن ممکن بوده است. دوم راه پیوست کندنساتورها این پیوست پاراللی. من این کندنساتور یکم پاراللا پیوست کرده شده است در نقشه با کندنساتور دوم. یعنی اگر باز در نقشه من خیلی ifade کنیم 3-1 3-2 3-3 این میشود پیوست پاراللی کندنساتورها. هنگام پیوست پاراللی کندنساتورها گنجایش آنها جمع کرده می شود. یعنی 3 برابری 3-1 جمع 3-2 جمع و هاکذا جمع 3n. اگر باتری کندنساتور تنها از دو کندنساتور ترکیب یافته باشد، آنگاه فرمولش 3 برابری 3-1 جمع 3-2 می شود. اکنون یعنی کندنساتورها را پارالل پیوست کرده گنجایشی گنجایشی زیادترین را حاصل کردن ممکن بوده است. اکنون چطوری که ما میدونیم کندنساتور دارای انرژی است. یعنی انرژی کندنساتور با کاری ذره‌ناکنی کندنساتور برابر است. یعنی W برابر 3u کوادرات تقسیم 2. یعنی W برابر 3u کوادرات تقسیم 2 یا اینکه A برابر 3u کوادرات تقسیم 2 یعنی با کاری ذره‌ناک کردن کندنساتور برابر است. برای مستحکم کردن موضوع مسئله های زیرین رو حل می نماییم. مسئله رقم 1. اگر کندنساتور گنجایششان 3 میکروفاراد و 6 میکروفاراد رو که پاراللا پیوستند پای در پای وصل سازیم، گنجایش نتیجوی چند مرتبه تغییر می‌یابد.
شرط کوتاه مسئله رو می نویسیم. داده شده است. یعنی 3.1 برابر 3 میکروفراده. میکروفراده. 3.2 برابر 6 میکروفراده. یعنی 3 پاراللی تقسیم 3 پای در پای علامت سوال. هنگامی کاندنساتورها رو پارالل پیوست نمودن گنجایش عمومی هنگام پارالل باشد. پارالل. هنگام پارالل پیوست نمودن کاندنساتورها گنجایش کاندنساتور با فرمولای 3 برابر 3.1 جمع 3.2 یک بار قیمت های عددشون رو میگذاریم برابر 3 میکروفراده جمع 6 میکروفراده برابر 9 میکروفراده می شود. 9 میکروفراده. اکنون هنگامی پای در پای پیوست نمودن هنگامی پای در پای پیوست نمودن پای در پای گنجایش نتیجوی کاندنساتور رو با فرمولای کاندنساتور باتری کاندنساتور ها رو با فرمولای 3 برابر 3.1 3.2 تقسیم 3.1 جمع 3.2 میابیم. یک باره قیمت های عددشون رو میگذاریم. این 3.1 3 میکروفراده 3 میکروفراده 6 میکروفراده تقسیم 3.1 3 میکروفراده جمع 3.2 6 میکروفراده برابر 3 ضرب 6 18 3 کره 6 3 جمع 6 9 این برابری 18 تقسیم 9 می شود 2 میکروفراده. اکنون این 3 پارالل بود. این 3 پای در پای 3 پارالل این 3 پای در پای تقسیم میکنیم 3 پاراللی تقسیم 3 پای در پای برابری 3 پاراللی همون 9 میکروفراده 9 میکروفراده تقسیم 3 پای در پای ما 2 میکروفراده این برابری 4 از 10 5 مراتبه. یعنی هنگام پیوست پای در پای گنجایش کاندنساتور 4 از 10 5 مراتبه خرد میشده است. یعنی 3 پاراللی برابر 4 از 10 5 3 پای در پای. یعنی هنگام پیوست پای در پای گنجایش کاندنساتور 4 از 10 5 مراتبه خرد میشده است. با همین درس امروزی ما به آخر رسید. خوش باشید تا درس آینده.